من فکر میکنم که با من تئاتر نمایشنامه‌های گوناگون ماندنش در کار ژانر، یعنی که پیسه ها مسکه باشد، فاجعه باشد، دراما باشد، ودیویل باشد، اون وقت هم برای اکتورها هم عجیب می شود. هنرمند نوتکرار کینو و تئاتر سایرام ایساییوا در این اتاق کار میکند. دوام فعالیت با ثمر در تئاتر هنرمند در زیاده از 200 نمایشنامه نقش آفریده است و در این ردیف او در 30 فیلمنامه نقش‌های مختلف را بازیده است. همین کلبه من در این کلبه من 50 سال می‌درایم، نقش تیار میکنم، حیثه میخوانم، سرود میخوانیم، موسیقی ایجاد میکنیم، میخندم، میگیریم، حسرت میکنم، به صورتهایم نگاه میکنم، جوانیم به یادم میآید، به کتابهایم نگاه میکنم، کتابهایی که نوشتم، 4 تا کتاب نوشتم، یعنی که برای نسل آینده این کتابها ماند. سایرام ایساییوا برابری نقش آفرین زیاده از 30 نمایشنامه خرد و بزرگ را به صحنه گذاشته است که مقبول تماشابینان گردیده است. نقش‌هایی که من آرزو می‌کردم بازی کردن نتوانستم، دست زدم به رژیسور و ماندم پیسه‌های کلان حجم. چرا ماندم؟ زیرا اون تجربه کارم و اون زردابی دلم که جمع می‌شد و نقش دلخواهم بازی کردن نمیتونستم. من در هر یک نقشی که در این یا اون نمایشنامه بود ذره دلم رو در خالی میکردم. اگر خطا نکنم 30 تا نمایشنامه ماندم در تئاتر، زیاده از 200 تا نقش بازی کردم. سایرام ایساییوا به نزدیکی نمایشنامه نوی را با نام دل مادر به صحنه گذاشته است که هواداران تئاتر میتوانند از آن بهره‌ور گردند. هنرمند نقش دارد که در آینده نمایشنامه‌هایی را به صحنه گذارد که بیشتر به حیات امروزی مردم نزدیک باشد.